دادگاه شهر دوشنبه روز 31 مای عبدالرحمن و مبارک عظیمجانова سال تولدش 1968 ساکن نویه سینای پایتخت را با جرم آدمکشی با بیرحمی مخصوص به 16 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. دادگاه این زن را بر اساس قسم دویم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان بند و در کشتن کودک بر اعلان نابالغ یا شخصی که در حالت عاجز قرار داشتن او برای گناهکار عیان است گناهکار شناخت. این بند قانون برای کشتار نابالغ همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان و یا حبس ابد را پیش بینی می‌کند. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 2 ایون بعد قانونا به اجرا درآمدن حکم عبدالرحمنova در شرح این پرونده گفت 5 مارس سال 2021 تخمینا ساعت 14:00 عبدالرحمن و مبارک عظیمجانونا با مقصد آدمکشی یعنی قصداً از حیات محروم نمودن آدم دیگر که عاجزیش برای گناهکار بر اعلی معلوم بود خردسال عبدالرحمنov احمد خسروویچ سال تولدش 2014 خواننده صنف یکم مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 50 نویه سینا با راه فریب به منزل استقامتی خود واقع در شهر دوشنبه کوچه کشوای خانه 23 درو 1 برده از حسیات قصد و بدبینی خصومت و جنجال عائلوی او را بوغی نموده بعداً با هر دو دستانش سر خردسال را داشته یکچند مرتبه به دیوار داخل خانه زده و یکچند مرتبه دیگر با مشتانش به سر و روی خردسال ضربه زده آخرین را به قتل رسانیده است. بعد کشته شدن احمد که همگی 7 سال داشت خویشاوندانشان انگشت اتهام به سوی مبارک عبدالرحمنova زن عمکی کودک کشته شده بلند کردند. عمه کودک گفته بود از ثبت نوار کامراهای مشاهده ویدیویی در مغازه برادرش نصب شده واقع در پهلوی خانه کودک دیده می شود که چگونه گمانبر شده با راه فریب پسرچه را به خانه‌اش دعوت نموده بعد چند دقیقه با سر و لباس دیگر از خانه می گریزد. نزدیکانش آن زمان گفته بودند که احمد بعد درس‌ها باید به خانه می آمد لیکن آن روز بر نگشت. اهل عائله اول فکر کردند که او همراه بیبیش است که رهبر صنف پسر بچه نیز بود. وقتی فهمیدند که احمد در مکتب نیست خویش و تبار با تلوسه در جستجوی کودک افتادند ولی دیر شده بود. جسد احمد را با علامت‌های مرگ مجبوری از خانه عمکش یافتند.